افسانه‌های جالب، قصه‌های رنگین، دلیری و چالاکی قهرمان‌های افسانه‌های خلق تاجیک در برنامه خواب شیرین برای بچه‌های عزیز و شیرین از رادیوی تاجیکستان. ای جوان زیبا، گفتند دربانان، از تو داناترها آمده به سوال ملکه جواب گردانده نتوانستند، غلام شده گشتند. تو خود را بیهوده به عذاب ماننده، یوغ غلامی را به گردن گرفته چی کار میکنی؟ آزادی دولتی کلان است. آزادیت را غنیمت دان و به راه خود رو جوان. مرا به پیش ملکه برید، خواهش کرد دختر. ما به تو رحممون آمده این گپ ها را گفتیم، نخواهی رو؟ یوغ غلامی را برداشته گشتن گیر. گفته دربانان به دختر جای ملکه را نشان دادند. کنیزکان دختر آهنگر را پیش ملکه گرفته در آمده رو بروی ملکه شناندند. کنی گوی آدم با چی زنده است؟ پرسید ملکه. با امید جواب داد دختر. نشانه پیری چی است؟ ناامیدی است، گفت دختر. نیتی نیک چی و نیتی بد چی؟ نیتی که نیتی همه مردم است نیک است. نیتی که نیتی یک کس و بر ضرر مردم است بد است. بد نیتی از چی معلوم می شود؟ پرسید ملکه. از چشم و از گپ و از رفتار، جواب داد دختری آهنگر. ملکه همیخل باز یک چند سوال داد. دختر جواب گفت. تو دانا بوده ای، به همه سوالهای من جواب گرداندی. گفت ملکه. اکنون شرطم را شنو. پدری من انگشترینی داشته است که با آن 3 دیو کمپیر اطاعت میکرده است. بعد وفات پدرم دیوها انگشترین را دزدیده رفته از اطاعتی پدرم برآمدند. همان انگشترین را یافته آمده دیوها را به اطاعت من می دراری. دختر 40 روز مهلت گرفته از قصر ملکه پادشاه برآمده رفت و یک کم 40 روز در دشت و ساحل دریا و کوه و کوتل گشته نشانی از دیوها را نیافت. مایوس و ناامید شده از رفت غلام ملکه شدن در همین کوه و صحرا مرده رفتنم بهتر گویان زین اسبش را گرفته زیر سر گذاشته در تک یک چنار خواب کرد. بعد چند وقت بیدار شد که در پیشش یک خط و یک شمشیر. ای دختری آهنگر، نیتی تو پاک است. گفته شده بود در خط این شمشیر پیرانی مددگار مشکلی تو را آسان می کند. گرفته با عاقب کوه سیاه روان شو. دختر شمشیر را بوسه کرده به چشمانش مالیده به میانش آویخته به عقب کوه سیاه روان شد. در سرگه کوه خیرگاه بود سفید. در درون خیرگاه یک دیو کمپیری سفید می نشست. السلام علیکم، گفت دختر به خیرگاه در آمده. علیکم السلام، ای لقمه حلال، ای نصیبه امروزم. گفت دیو کمپیر. سلامت نمی بود، حاضر می خوردم. سلام کی دادی؟ دیرتر می خورمت. دختر شمشیر را برآورده نشان داده گفت. این را شناختی؟ بالایش را گیرم، این شمشیر پیرانی مددگار است. گفت دیو.
چند روز است که در سمرقند بارانگری است. طرناب‌ها داشت ندادند. پیرانی مددگار این احوال را دیده مرا فرستادند که از پشت تو یک تسمه پوست گرفته برم تا که مردم پاره کرده برای بامها طناب درست کنند. گفت دختر: وای، پشتم درد میکند. گفت دیوی سفید لرزیده: به حال من رحم کن. به حال تو رحم میکنم، به شرطی که جای نگین پدری ملکه پادشاه را به من گویی. بالاتر از اینجا خرگاهی سرخ است، آن خرگاهی اپام. گفت دیو کمپیر سفید: جای نگین را وای میداند ها. دختر بالاتر رفته خرگاه سرخ را دید. در درون خرگاه دیو کمپیر سرخ موی شانه کرده نشسته بود. افسانه های جالب، قصه های رنگین، دلیری و چالاکی قهرمان های افسانه های خلق تاجیک در برنامه خواب شیرین برای بچه های عزیز و شیرین از رادیوی تاجیکستان. شیرین برم